سلام چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدیم به این چالش خفن. بازی بایرن و پاریس داریم، لیگ قهرمانان، یه چیز خیلی عجیب غریب. بعدش بازی که بایرن زد ترکون با یک سنگ کاغذ قیچی میکنیم ببینیم کی بایرن میشه کی پاریس. هر کی برنده بشه میشه پاریس، هر کی بازه میشه باشه. اصلا انتخابی، هر کسی که دوست داره انتخاب قبول آقا. کسی که برد انتخاب اول فز گوشی کاغذشی. من بایرن. خب بچه ها آماده هستی؟ بریم سراغ ویدیو. خب دوستان بریم سراغ ویدیو. ماشاءالله یه فرارزی بعد عثمان دمبله اینجا سر دو بده. خدا ماشاءالله نویر پسر لروی سانه. مارکینیوش باید بهش برسه، نباید بذاره این حرکت بکنه. بزن پسر بزن. ماشاءالله دفاع فوق‌العاده تو جمع میکنه. نه قشنگ کینگز نمیذاره اشتباه نکن دور. ماشاءالله جانلویجی دوناروما فرار کن دیگه. از اون گل نمیزنی، از این ور زدم نمیخوری. وای بزن بود سانه. خب چجوری گل نشد؟ وای نه. اوه انشالله نویر. نه اینجوری نیست، کین هری کین. او چه ضد حمله ای برای بایر مونیخ. یه پاس پایین میده. دفاع هوشیار هوشمند. خب تسلیم نمیشه. اشرف حکیمی یه پاس ریده تو یک سوم دفاعشم سوتو میزنه. خب بریم سراغ نیمه دوم. بله این نیمه شک نکنید. چجوری تو گل نخوردی؟ نه بارلا نه نارلا سانه. نه این از برای یه پاس عقب آفساید. پر کرده بود. خوش تو سرت مارکینیوش پر کرده بودی آفسایدو. نه نارلا کامان یه پاس میندازه. بزن برو. اوه خیلی دیگه دارم حالم از این پاسکاریش رنگ میخوره. برو کین خودی کین خیلی چرت و پرت میزنه. آفساید بود دیگه. چه خوش هست بگیر تو بازش بگیر دیگه. آجی واقعا دیگه من حرفی ندارم. بارلا از این یا خدا. بارلا بارکولای بابا اشتباه نگو. بازی کنه حواس منو پرت میکنه. برو به سر برو فرار. جون نداره. حالم به هم میخوره. بگی دیگه. آفساید. آقا من توپ دستمه. خب چرا آفسایدو میگیری؟ و بازی دویش به نفع ایشون به پایان رسید. خب دوستان اگه از این ویدیو خوشتون میاد تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.